امید رحمت‌اللهیف شوهر 32 ساله بلاگر رخشانه رحمت‌اللهیو معروف با تخلص صوفی 1111 بعد ادای 7 شبانه روز از حبس مأموری به آزادی برآمده است. او را روز 13 میلیون سال 2024 بر اساس شکایت همسرش دستگیر و یک هفته حبس کرده بودند. حالا سوالی که در ذهن بسیاری‌ها چرخ میزند این است که آیا این جفت دوباره به هم خواهد آمد و یا نه؟ آیا رخشانه امید را دیگر باره به زندگیش رو خواهد داد یا امید بعد آن که بر اساس شکایت همسرش او را پس پنجره انداختند آماده است به این چشم بپوشد و به پیش همسر بلاگرش برگردد و در این لابلا آیا تقدیر 3 فرزند آنها چی می شود؟ نظر امید رحمت‌اللهیف به این ماجرایی که گذشت معلوم نیست، ولی رخشانه طوری از مطلب‌های اخیرش برمی آید ظاهراً به زندگی مشترک با امید نقطه گذاشته است. او روزهای آخر در صفحه‌اش در اینستاگرام که 430,000 آبونشی دارد پای هم مطلب‌های را به پشتیبانی از زنان قربان زوراوری اویلا می‌گذارد. صوفی همچنین در یک مراجعتنامه ویدیویی مفصل شرح داد که چرا بجز از شکایت بردن به مقامات از شوهر مشزورش نداشت. رخشانه رحمت‌اللهیو در این ویدیو میگوید هر زن میخواهد که در خانه‌اش بشیند و فرزندانش را نگاه بین کند و زندگی خوب داشته باشد، اما می‌افزود رخشانه من اگر کار نمی‌کردم فرزندان مرا هیچ کس نمی‌خوراند و نمی‌پوشاند. من در زندگی هم مردم هم زنم. اشاره بلاگر بر این است که در برابر کار و بار خانه و تربیت فرزندان تامین اویله نیز در گردن او بود و به بالای این پیوسته از جانب شوهرش مورد زوراوری قرار می گرفت. رخشانه می گوید این زندگی پر از خشونت را 5 سال تحمل کرد. امید داشتم که اصلاح می شود. به خاطر فرزندان طاقت کردم، حتی به خویش و تبارش مراجعت کردم که نصیحتش کنند ولی نشد. می گوید رخشانه او آوازه و گمانها درباره آن را که گویا خیانت او به شوهرش می توانست سبب خانه ویرانی آنها شود رد کرد و می گوید هیچگاه به اجازه شوهر از خانه بیرون نمی رفت. دامن پاک داشت و شوهرش نیز به پاکدامنی او شبهه‌ای نداشت. من نه فقط از ترس شوهر بلکه از ترس خداوند این کارا نمی کردم. زندگی حرام پیش نمی بردم هیچگاه. می گوید بلاگر او از مقامات هزار سپاس کرد که به قضیهش رسیدگی کردند. رخشانه می گوید حالا نگران روزی است که شوهرش از حبس می براید. نمیدونم چه می شود. هرچی بود. من اگر یگان گناه می داشتم مایلش، ولی من شایسته چوری مناسبت نبودم. باور کنید یگان زن تو طاقتش طاق نشود این کارو نمی کند. من هم بعد 5 سال صبر و طاقت مجبور شدم که شوهرم رو با دست خودم به ملیسه بسپارم. می گوید رخشانه.